دوستان عزیز، اینک مسئله geometri برای صنف‌های چندیم 7-8 حل میکنیم. ما در نمود عمومی هم مسئله را حل میکنیم. برای دلخواستی کنجا که یک خط یگان طرفیان میبره. مثلا ما سکنجه داریم A, B, C. دوباره خط میگیریم. مثلا میخه میبره. میگیریم. D. اگر ای اس یک بشه ایش اسی ده. خیلی گل اگر الفا گیریم اس یک برابره بعد سی ده ضرب سی تقسیم ده ضرب سینوس الفا. فرمولای مسائل سکنجه خطی اس یک جمع اس دو باشه برابره با بیت سی ضرب ات سی تقسیم ده ضرب سینوسی الفا. یعنی که اگر اس یک تقسیم اس یوم میکنم مثلا سی ده ضرب سی ضرب سینوس الفا تقسیم ده مخرج ده بیت سی ضرب ات سی ضرب سینوس الفا تقسیم ده. یعنی اختصار میشه تست سی ده ضرب سی تقسیم بیت سی ضرب ات سی. اکو در این مسئله ما باشه اما اسی نمایانه اگر یکون اس گیرم تقسیم اس جمع 36 کنیم برابر میشه 3 ضرب 8 تقسیم 3 جمع 8 11 ضرب 4 جمع 8 12 ای برابر میشه 2 تقسیم 11 سکه 4 ای جمع شوه 11 اس برابر 2 اس جمع 72 11 اس برابر 2 اس جمع 72 اینجا اس برابر 8. دوست عزیز سلامت باشید.